داریم میریم برفازی. من هستم. بله آقا یاسر داماد عزیزمون، دختر خاله قشنگم فریبا جان، آقا مهران پسر خاله‌ام، بچه‌ها جلو و عقبن نمی‌دونم کجا. سلامتی. و اینطوری داریم میریم برفازی و گفتم که شما هم همراه خودم ببرم، کلی قرار خوش بگذاریم. پس let's go. خیلی داره خوش میگذره. سابسکرایب شد، سابسکرایب کنید، همدیگه رو فالو کنید با همدیگه دوست باشید. خیلی با دومی رو راست بگیر ازم پاک کنید. ما داریم برش آقا یاسر در رو از تانوس کنیم ندارم. ها گرفتم داشتم میگفتم تو شبیه قربانره شدی. من بایی تو دوست خب بچه ما از ساعت 5 صبح بیداریم. 5 خب آماده شدیم ما دخترها. خب اسمم رضا ناموسن گو خورد. الان ساعت 2:30 ما 3 ساعت تو راهی بعد تازه رسیدیم به گردنه تمنه. It was at this moment that he knew he fucked up. گردنه ناهیران. آره نمیدونیم چه گردنی، فقط داریم میبینیم گردنی گیت گردنه بیا کیوتی. جلو هم تو نشون بدی. آره جلو خدای من اینجا چقدر زیباست. گربه بله بچه رسیدیم. واقعا ذوق دارم بشه بریم ببینیم. ما دیگه پسر خالم سلین سلام. به دوره سلام کن. به بینندگان عزیز سلام کن. دوسته من دارم زحمت میکشم. صبحونه با آقا وحید. آره آقای آشپز. تغییر خاصه می‌بینید قرینه است، هر چیزی که هست قرینه چیه. این صبحونه قرینه. خب یه لایه خواه یه لایه خواه مریدیم منتظر منو قول بزنم یه ساعت اینجوری هیچ مشکل نیست. اصلا کثیفی نره تو بدنت. تو بابا همون حسنه دیگه، همون حسنه. ببینید در شرایط سخت حاجت به هیچ استفاده استعدادها شکوفا میشه. در شرایط سخت باید همه کار کنید. اما وحید مدرن مجیکه روغن نداره. با روغن خودش میکنه. روغن علی. بالاخره تو شفی دیگه عزیزم، باید سختیاش هم قبول کنی. بالاخره تو شفته ای دیگه داشت وحید. شفته بیوا. یه قاشق با کلاه قرمز فریبا. وای چقدر سخت بود غذا درست کردن. زندگی در شرایط سخت بود. یخ کرده. خب نه پای من امروز قرار بمیرم بچه ها. اینجا برفش خیلی درینه، نمیشه رفت. من یه متر رفتم پایین الان. به قدری ذوق زدم که بچه ها واقعا زمستون فصل مورد علاقمه. برف هوای مورد علاقمه.
گرفت